در دویله وقت معین‌گردد دیگران این فکر داشته باشند که سوال ده و سوالشون پاسخ گیرند. لگن دوستای اخبار عامه همه شما را به اجنسی بیدای زمین و آبادی نزد حکومت جمهوری ترکستان خوشامدید میگویم. محترم نمایندگان دوستای اخبار عامه، حاضرین گرامی، اجازت فرمایید به طور فشرده اوریج به کارهای انجام داده اجنسی در نیم ساله یکم سال 2022 اخبارات دهم. با مقصد رویاندن مبلغ قرض حساب حق خدمت آبرسانی در این دوره با مبلغ 28 میلیون سومانی وارد شده است. طبق معلومات قرضهای کردیتوری 476 میلیون سومانی از جمله قرض مزد مهنت 290,000 سومانی، فوند حفظ اجتماعی 26 میلیون سومانی و قرض همه نمود اندازه 12 میلیون سومانی را تشکیل می‌نماید. حالت اجتماعی اقتصادی اکثریت نواحی جنوبی و فعالیت منتظم پایگاه آبکشی وابستگی کلان دارد، زیرا 291,000 گکتار زمین آبیاری شونده یا اینکه 52% زمین آبیاری شونده با شرطنامه فرا گرفته شده و توسط 393 عدد پایگاه آبکشی عبارت از 1516 دستگاه آبکشی، 624 کیلومتر قبورهای بلندشار، 505 عدد چاه‌های عمودی آبیاری کرده می‌شود. برای آبیاری نمودن 214,000 گکتار زمین‌های دامنک‌ها، 228 عدد پایگاه آبکشی سلسله‌ای که آب را از 2 تا 7 زینه می‌برند. برای پس نمودن سطح آب‌های زیرزمینی که در حالت خوبی می‌دارد توی نگاه داشتن زمین‌های آبی کشاورزی 33 عدد پایگاه‌های آبکشی ملتی خدمت می‌رساند. سال روان برای آماده‌سازی پایگاه آبکشی به موسم نو آبدهی در ولایت سوخت 10 میلیون سومانی جدا گردید که 3 میلیون سومانی آن برای خریداری یک عدد دستگاه آبکشی و پایگاه آبکشی میرزاچوبی ناحیه زفرآباد 2 میلیون سومانی، برای خریداری نمودن 2 عدد معرکه برقی و دستگاه آبکشی برای پایگاه آبکشی سمغر 3.4 میلیون سومانی، برای بنیاد پایگاه آبکشی نه برای آبیاری باغ‌های نوی زمانوی اینتنسیوی که در موضع دشتی قاضی شهر پنجکین و 700,000 سومانی برای خریداری قسم‌های احتیاطی و روانه معدنی برای تعمیر دستگاه‌های آبکشی دیلورزین یکم، دویم، سوم و سلسله پایگاه آبکشی انتاب 700,000 سومانی، برای از لایحه تازه نمودن حوض‌های پایگاه آبکشی انیس 1، انیس 3 و انیس 4 و خریداری نمودن قسم‌های احتیاطی و روانه معدنی برای تعمیر دستگاه آبکشی ناحیه روانه کرده شده است. این چنین با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان برای پایگاه آبکشی گنیس ناحیه زفرآباد دستگاه آبکشی معرکه برقی و مبلغ 15 میلیون سومانی خریداری و دسترس کرده شده است. برای بهتر نمودن تأمینات آبی زمینی کشاورزی ناحیه مساعدت خواهد کرد. در دوره ثباتی و تعمیرگاه‌های ولایت‌های سوق خط مؤسسه دولتی تعمیر و نگهداری پایگاه آبکشی و تعمیرگاه تجهیزات مؤسسه دولتی شبکه‌های برقی و زیرساخت‌های برقی قسم‌های مکانیکی دستگاه آبکشی تجهیزات برقی پایگاه آبکشی و چاه‌های عمودی از تعمیر برآورده پایگاه آبکشی و چاه‌های عمودی در موسم آماده شده استفاده برندگان را با آب آبیاری تامین نموده ایستادند. این زمان در جمهوری 359 عدد اساسیاسیون استفاده برندگان آب فعالیت می‌نماید که 404,000 گکتار زمین‌های آن که 53% زمین‌های آبیاری شونده جمهوری خدمت می‌رساند. در این دوره از جانب اساسیاسیون با مبلغ 16 میلیون سومانی یا اینکه 65% ارشد آبی گرفته شده حق خدمت آبرسانی پرداخت کرده شد. بقیه قرض جمعی حق خدمت آبرسانی از 6 میلیون سومانی تشکیل می‌دهد. در دوره ثباتی و ساختار اجنسی 5,980 نفر کارمندان از جمله در ساحه استفاده‌بری 5,871 نفر، در ساختمان باشد 109 نفر با مزد میانه 669 سومانی فعالیت داشتند. در 6 ماه سال جاری اجنسی ساختاران از حساب بودجه جمهوری 40 میلیون سومانی یا اینکه 87% نقشه مبلغ گذاری گردیده است.
در دوره ثباتی جهت بررسی مراجعاتی شهروندان طبق طلبات قانون جمهوری ترکمن برای مراجعت‌های شخصان واقعی و حقوقی تدبیرهای مشخص انجام شده است. در 67 عدد عرض شکایت‌های شخصان واقعی و حقوقی 32 عدد مراجعات‌های شفاهی داخل گردد. 94 عدد آن حل خود رفته و مخالفان جواب گردانده شدند و 4 عدد آن در حالت بررسی قرار دارند. قبول شهروندان و حل مسئله‌های وابسته و مراجعت آنها از جانب کارمندان مسئول اگنتی در دایره صلاحیت و وکالت ارزیابی کرده میشوند. در این دوره در دستگاه اگنتی 760 عدد اسناد گوناگون از جمله حکومت جمهوری ترکستان 397 عدد فرمان و امرهای پرزیدنت جمهوری ترکستان، قرارهای حکومت جمهوری ترکستان، نسخه از پروتکل مجلس حکومت جمهوری ترکستان و پروتکل‌های مجلسی و مشورتی نزد سروزیر و معاونین سروزیر جمهوری ترکستان و مکتوب سفارش‌های حکومت جمهوری ترکستان داخل کرده. قسمت زیادی آنها بررسی شده است. و خبرنگار SSR سوال همچنین بود. با یاوان است که کشاورزان شهر اسفاره از کم بودن آبیزاری و اسفاره شکایت میکنند. گپ سر آن است که نقطه تقسیم کنی گلانوی در دست قرقیزها میباشد و متخصصان تاجیک به این رسیدگی نمیکنند. این حقیقت را برایشان چه کنید؟ ما را آب 100% میرسونه. اون قبلی ما نداریم معلومه جان. وای در دست قرقیزها. نه ما یگان پرابلم نداریم. او نورمالنا اسفاره هم گرفته شده. حاضر اسفاره این حاضر با معلومات دارم. کنی بودم حاضر کاتو کنی بودم امروز 14 کوب گرفته. اینور ما منظور ما یگان پرابلم نداریم. بچم. امروز در بعضی از مناطق کشور ما کوهستان است. من در روز خودش در یک منطقه لخش از سبب دریا بلند شدن از دهم موضع علاقه کانال‌های آبگذاری که با کاشتکاران آب می‌گذاشت ضرر است. لیکن از طرف اداره شما یگان تکنیک برای یاردن کردن نمیشه. نه سوژفوری نه تکنیک نه چی باید کرد. شما مثلا ناحیه لخش هست. ما ناحیه لخش قریب نه چقدر وقت میشه ما موضوع مقصود زیاده 150 گیتار زمین کشوده شوی کردیم. ای خود همین مرکز این باز ما اکسکواتور رو گرفته سفربر کردیم. موضوع مقصود ناحیه لخش از خودکنی زمین رو بهتر کنی حالت ملتیوی کردن. زیاده قریب 12 کیلومتر زهکشور را توزیع کردن. شبکه آب دهنده را پورا وای زمین برقرار کردیم برای به گردش کشاورزی در آوردن. از اون جمله این سال زیاده به نهایت سالی وزین اومد. در قسمتی اگر لخش بگیریم بخش زیاد داریم. 3 مرتبه ما همین سربندی پیازی و غلامک داریم. 3 مرتبه ترما اومد فرما. همه همیدن نمایندگی جانشین سردار اداره خودجوی آب منطقه دوشنبه دریاچه‌ای سودشواری را دستگیری کردند. رفتن برقرار کردن. با گردش کشاورزی به نقشه گرفته شده در سال روان میگفتند که این مقدار زمین ها به کدام ناحیه مملکت راست میآید که شما برای به گردش کشاورزی به نقشه گرفته شده؟ زمینایی که شرطاً آبی وقتش آبی بودن که از سبب دیگه آبی پالزی نرسیدن کشتی نمیشد، کشتی تکراری نمیشد. با پرگی اینمی 2 روز پیش اینم با استفاده دادیم که زیاده 4 دهه با آب پالزی تامین شد. از آن جمله در ناحیه خاورین با حساب بودجه جمهوری دستگیری بودجه جمهوری 15 تا چای عمودی را برقرار کردیم. از حساب مبلغ حکومت جمهوری کارهای ساحلی مستحکم کنی در جماعت دهاتی لایق در میدان 150 هکتار زمین کارهای ساحلی مستحکم کنی کردیم. امروز زمین مردم برای کشت شالی زراعت‌های فلزی استفاده برده شدن. از آن جمله در تخت سنگین ناحیه قبادیان از امودریا پایگاه آبکشی حسابی مبلغ حکومت جمهوری تاجیکستان برقرار کردیم. برای همین قسمت تیرمو برای 500 هکتار زمین آبیاری کردن. از اون جمله در موضع قبادیان ششم نساس موضع چی میگیم؟ خواهی آخران نامشه چی مونده؟
موضع اکدام در موضع یوردوسکوپ میگفتن عمره همین موضع را همین زمینه کورن آبی بودیم که آب نبود زیاده 300 گکتار قریب 300 گکتار همین زمین رو این حوض با آب تامین شده شده. سوال آخر من همین است که اصلاحات ساختاری آب گزارش به نامه زندان تشکیل اداره کنی یا که قانون‌های نو تقاضا می‌کند و می‌گفتند که اگنتی در این سمت چه کارها به سامان می‌رسند. رویان با اداره کنی حوزوی ما گذاشتیم خدمات نخستی نالکه اگنتی ما و گزارش با اداره کنی حوزوی آب در شمول اداره‌های دولتی بهداشت زمین و آبیاری مصرف حساب شهر توز و قابلیان اداره زیر حوزه پایان‌آب دریای کوفرنیان تشکیل کرده شد و همین طور در ولایت سوخت در حوزه دریای درخشان تشکیل کرده شد اداره حوزوی و اداره‌های دولتی نوعی عینی و پنجکن یادگیری شدند و البته آنها صورت حساب شدند. در همین جا اصول بیلینگی برقرار شد، پرداخت غیر نقدی به راه مانده شد از جانب تشکیلات مرکز تطبیق لایحه وادی فرغانه با آنها علاهده کابینت میز و کرسی و دیگر اسباب‌های عیونی تعیین کرده شده. همزمان برای تعمیر و برقرارسازی گازهای مکانیکی و تعمیری ساخته به استفاده داشتند که امروز فعالیت می‌کنند. این تجربه دوره به دوره و گذاشتن به اداره کنی حوزوی در دیگر شهر نوریان نیز عملی کرده می‌شود. شایسته احمد رادیو تاجیکستان در مورد لایحه‌های سرمایه‌گذاری گفته و اومد یک قسمتش رو گفته اومد امروز در همین اگنته باز چند لایحه‌های سرمایه‌گذاری امروز تطبیق شده ایستادن و در کدام نقطه‌ها و سوال دیگر در مورد آنه که اومد امروز شما همچنین یک راهبر همین اگنته آبیاری از آبیاری کدام نقطه‌ها این قناعتمند نیستید و در آن روز باید ما بیشتر فعالیت را خوبتر برآورده شده است. این زمان دو لایحه است. این لایحه یکمش این برپا کنی سیستم آبیاری در ولایت خرطوم است که در اون 5 نوعیه در بر میگیرد. نوعیه ناصر خسرو، کویلوف، تیمور ملیک، دمغره و بوسیدی. این لایحه اول است. لایحه دیگرش بهتر کنی اداره کنی ذخیره آب در حوزه دریای 5 این تطبیق شده است. این در لایحه‌های فتح‌ها، همدانی و وسیع است. این دو لایحه تطبیق است. زیادت وزن و سومش در خاطرم نیست. 85 میلیون است. 85 میلیون دلار رو در بر میگیرد. این لایحه از روی نقشه رفته شده است. اون برنامه‌ای که شما گفتید برنامه اصلاحات در این ساحه است. همین لایحه در یک کمپانی دارم در اونجا همین برنامه اویدی اصلاحات تطبیق می شود. خیلی که گفته گذاشتم اویدی تشکیل کردن اداره کنی به طور حوزوی در اونجا هم اویدی تشکیل کردن زیر حوزه ها به نقشه گرفته شده است. همین طریق لایحه ها از روی نقشه رفته شدند. یکم قانونی یا یکم پرابلم در نظر نگرفته است. از مبلغ گذاری از طرف بانک اسلامی رشد در بهتر کنی اداره کنی ذخیره دولت خرطوم است. در بهتر کنی اداره کنی در حوزه دریای 5 باشد از طرف بانک آسیایی رشد است. همین اصول اداره کنی در کدام کشورها استفاده میشه؟ کی ما از تجربه استفاده اصول اداره کنی حوزوی نداره. خیلی که شما میدونید بیشتر ما در هر یک ناحیه نماینده خود همچنین اداره بهداشت زمین و آبیاری داشتیم. حاضر اصلا چیزی که به همه ما معلوم است تاجیکستان به 5 حوزه تقسیم شده است و در نزد 5 حوزه زیاده از 18 زیر حوزه های بهداشت زمین و آبیاری تشکیل کرده می شود. این اصول البته از طرف کارشناسا آموخته برآمدند و در سطح حکومت جمهوری البته تصدیق شده است. این در برنامه اصلاحات ساحه آب من نیست که ما امروز امروز ما با همه شهر نوعی یکجایی کار میکنیم. در همه شهر نوعی ما گروه کاری داریم سفربر کردیم حرکت میکنیم که در این بحران اقتصادی است ما حرکت میکنیم که روز همیشه تاب ستادمون میگذاریم
که یگان پارچه زمین حرکت کنیم و با امکانات تمام امکاناتمون استفاده بوده که یک پارچه زمین هم باشه در گردش کشاورزی بداریم با آب پالایشی تامین کنیم که برای برنامه عضوخواری که تبدیل نشه و مردم محتاجی نکشه. ثمرات هم زمین استفاده می‌کنیم. تنها از 290,000 تنها معاش شما قرارداری های کارمندان شما با چنین نگرفتن معاش میتونن فعالیت خوب نه 280,000 این قضای پیشینه هسته. بازی همین یک چیده داد که استاد خود همین کارگر تا همین روز اگر همین ماه مزد معاش ندادی پگاه کار نمیبره. طوری نه طوری حرکت میکنیم حرکت کرده همین مزد معاش پرداخت کرده شده ما. از سبب قرض اساسی چه سال از سال قرضتون افزایش قرض البته افزایش یافتن میگیره برای اون که همین حق خدمت رسانی آب دیدن این چیزی نو کرای ایده هیچ وقت حکومت جمهوری برام برداشته نمیمونه که برای برنامه عضوخواری که مردم ده اون زحمت چیز زیادتی نشه همین دیدن امیرم مردم بگیم که 70% نمیتونم هیچ که همیرم دعواشم همیرم نداره همیرم بر نمیگردونم نمیرم امروز حکومت جمهوری مبلغ گذاری ما کرده سودیم دستگیری ما کرده سودیم حتی پرداخت پایگاه آبکشی در یک روز 7 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق خراجان میشه در یک سال 1.5 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق خراجان میشه همه حکومت جمهوری خودش مبلغش پرداخت کرده شده دستگیری کرده به خاطر که امروز همین محصولات دهقان قیمت ارزش قیمت نشه. این محله هایی هستن نه این محله شما کجایی که میرده مردم از نارسایی آب کشاورزی شکایت میکنن. همین کنار امروز همین شبکه‌های آب میانداده پورا آب تامین کرده معلم جان بعضی خواجگی میگه باید نسوس‌های شخصی داره نسوس‌های بین داخلی خواجگی داره این در وکالت نو که معلم جان نمیداره باید نسوس شخصی که خودش بوده نسوس شماندگی و آب تامین میکنه زمینش میتایه که همسایه‌اش قطعی چی میکنه داره این در مورد نمیدونه تصمیمات آب با کدام مؤسسه وابسته با حکومت محلی نه طوری نه اون چیزی گفته شدن که ما این همین سیمیدن چی میگفتگی این اینجا با این همون شبکه‌های آبگیرنده که در همین ناحیه وحدت است پایگاه آبکشی است همین با پرگی کورکسه نرم همین آبی که هست امروز امور تامین کرده شدن بعضی وقت‌ها نسوس خود خواجگی دهقان چه نسوس شوندگی و بخوای که همسایش آب میته نه خانه میته نیکه اش لمو کار این کی نکار نظارت میبرد از او رو مقامات محل نه او رو مقامات محل چی میکنه برای که اجازه مقامات محل قطع کردگیان نسوس شوندگی خیلی بعضی مردم دارن خیلی گپ شما طوری این مقامات محل چی میکنه نظارت میکنه معلومه جان